درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتاری 64. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. با فکر من نمونه ادبیات تاجیک بهترین نمونه سیر ترقی ادبی تاجیکان است. استاد عینی برای یافتن بعضی از نسخه های خطی شاعران تاجیک بسا روزها که در بدر و کوچه به کوچه رفته تا آن را یافته و به دست آورده و در نتیجه زمینه حاضر برای تنقید و تحلیلات ادبی تاجیکان آماده نموده. می سال 1926 مسکو. ابوالقاسم لاهوتی. اینک در نظرم صدرالدین عینی هم هست و هم نیست. آره، آن سیمای سرشار از ذوق و قریحه و دانش، آن بیان شیرین دلانگیز، آن چشمان پرفروغ آرام بخش در این جهان نیست. اما آثار مردی که سراسر زندگی را وقف خدمت به آدمی زادگان کرد و پرتو بر جهان معرفت تافت که هرگز فرو نخواهد نشست، در میان هست و خواهد بود و جاودانه خواهد شد. سعید نفیسی. قاضی قربان خان فطرتی وردانزیهی، تومن بخارا، وفات 1305. از تذکیره صدری ضیا. نشد با کنج ابرو خال مشکینش قرین تحسین، گزید از گوشه لب طرفه جای دلنشین تحسین. سرانگشتی که نتواند کشیدن تهمتی رنگ، چیسان برداشت باری منتی انگشترین تحسین. به این اندازه شوخی سخت حیرانم که نامی او، چیسان خاطر نشین گردید در طبع نگین تحسین. نسازد آب و آتش لیک از نیرنگ حسنی او، عرق جوشید فطرت زان عذاری آتشین تحسین. وزن این غزل هر مصرع 4 بار
فعلاتون است. من و این ناله و افغان، تو و این ناز و تغافل، نه تو را مهر و ترحم، نه مرا صبر و تحمل. دل نهادم به کف دستی تو، بادا چیکی خیزد، سر نهادم به سری راهی تو، بخت است توکل. تو مگر پرده از آن صفحه رخسار کشیدی، کز خجالت عرق افتاد بر روی ورقی گل. چو قد و عارض خوبی تو بدیدند به بستان، دل نهادند به پیشی تو به هم قمری و بلبل. قدر عنبر شده در نوبت گیسوی تو یک جو، نرخ گل گشته به عهد رخ نیکوی تو یک پول. رنگ آن چهره ندارد ورقی لاله حمرا، تاب آن طره ندارد شکنی طره سنبل. چون تو از خانه برآیی ز لب بام گریزد، غالبا مهر ندارد بر رخت تاب تقابل. سوخت از تندی خوی تو چو فلفل دل فطرت، چه کنم تند بود خوی تو مانند قرنفل. از تذکیره افضل. آخر شوخ بیا و به کنارم بنشین، به کناری دل مجروح و فگارم بنشین. خانه دیده اغیار غبار اندود است، خیز و بر دیده آیینه شکارم بنشین. تو خرامیدی و دل شور قیامت انگیخت، یک دمی مایه آرام و قرارم بنشین. دل به یک بستنی مژگان بربودی مشتاب، جان به یک چشم زدن نیز سپارم بنشین. بنشینی همه شب گرد سرت می گردم، سر و کاری دیگری با تو ندارم بنشین. چشم بر خاک قدمهای تو مالم برخیز، سری شوریده به پای تو گذارم بنشین. چرخ از برق خرامی تو به آتش بنشست، زود ای شعله خورشید شرارم بنشین. بی تو در دیده فطرت همه جا تاریک است، آخر ای روشنی دیده تارم بنشین.
در اطعیمه گفته: اشتها گرم است، دست در خمی اگرا زنید، همچو قاشق آستینی خویش را بالا زنید. شوربایی با حلاوت موجه آبی بخاست، سر به سر اشکم شوید و ساغری دریا زنید. حسرتی او ماچی صحرا خاکی ما برباد داد، این غباری رفته را در دامنی صحرا زنید. کلفتی زر گر نباشد نیست تشویشی پلو، کام اگر خواهید دستی خرج بر دنیا زنید. پاره از گوشت هنگامی کشیدن از طبق، بر زمین افتد به کامی فطرتی شیدا زنید. این غزل را در وصف چای انشاد کرده، وزنش هر مصرع مفاعیل فعلاتون مفاعیل فعلاتون است. از تحفة الاحباب. کسی که چای کبود از لبی پیاله ننوشد، به نظم و نثر دماغش به هیچ وجه نجوشد. زینا کسی علم درد سر کشیم، وگرنه طبیب نقد بود آن که نسیه چای فروشد. قصوری همتی ما را بروی خوان ضیافت، بغیر چای در این مهمان سرای کی پوشد؟ سه چار نیمچه گر از چای زادی ره نکند کس، عبث به چاده فضل و رهی کمال نکوشد. طرب ز کیفیتی چای آب و رنگ پذیرد، بگوی مطرب اگر چای کم خورد نسروشد. این غزل را به لهجه محلی گفته، از تذکیره صدر ضیا. در خانه‌ای که حسن تو گردید جلوگر، حور آید از برای تماشا به پشت در. در پیش یار شکوه نمی سازم از رقیب، زیرا که آشنای قرین است بچه غر. 100 بار گفتمش که برو،
هیچ دم مزن. 100 بار گفتمش که بیا، نامی ده مبر. در دست طفلی شوخ مرا داده روزگار، بربسته هر دو پای مرا همچو داغ سر. یک ره خرام بهر عیادت به سوی ما، کاندر غمی تو حال به حالیم و محتضر. عمریست آرزوی تو دارم به سر، ولی کو بخت آن که به سرم آیی تقر تقر. کیوانی محله الهی تو خوش شوی، گفتی رموز عاشقیم را به 100 گذر. فطرت به غیر من که خریدم غمی بتان، پول داده هیچ کس نخریده است درد سر. مخمس نوروزی. باز سوسن می فرستد بر گل و نسرین سلام، باد نوروزی ز رنگی رفته می آرد پیام. خوش بود امروز دوری عشرت و مینای جام، عشق بازی و جوانی و شرابی لعل فام. مجلسی انس و حریفی همدم و شربی مدام. مطربا آماده کن چنگ و ربابی زندگی، خوش بخوان اشعاری رنگین از کتابی زندگی. هست در تحویل سال امروز بابی زندگی، شاهد از لطف و پاکی رشک آبی زندگی. دلبر در حسن و خوبی غیرتی ماهی تمام. باغ از جوشی ریاحین شد چو صحرایی ختن، دشت از فرط شقایق گشت جان را شعله زن. هر که می خواهد دلش تنها نخواهد طبع من، ساقی شکردهان و مطربی شیرین سخن. همنشینی نیک کردار و رفیقی نیک نام. در چمن بنهاد گل بر تارکی گلبن کلاه، دشت و هامون شد زمرد پوش از جوش گیاه.
صحبتی معشوق و می امروز باشد طبع خواه. هر که این صحبت ندارد خوشدلی بر وی تباه. وان که این عشرت نخواهد زندگی بر وی حرام. قاری عبدالرازق فکرتی بخارایی. وفات 1311 از تذکیره افضل. گفتم که دوری یا گوهری، گفت که هر دو. خورشید فلک یا قمری، گفت که هر دو. گفتم لب نوشین تو شوری به دل انگیخت، کانی نمکی یا شکری، گفت که هر دو. گفتم که بدین حسن و ملاحت که تو داری، بار ملکی یا بشری، گفت که هر دو. گفتم دل عشاق کشد سوی تو یا خود، با عشوه شیرین ببری، گفت که هر دو. گفتم که به واقع نبود همچو تو خوبی، یا خود تو به خوبی ثمری، گفت که هر دو. گفتم ملکی یا بشری، گفت که هر دو. گفتم ملکی یا بشری، گفت که هر دو. کانی نمکی یا شکری، گفت که هر دو، گفت که هر دو. کانی نمکی یا شکری، گفت که هر دو، گفت که هر دو. گفتم به لطافت گلی سر قبا پوش، گفتم به لطافت گلی سر قبا پوش. یا نی شکری در کمری، گفت که هر دو، گفت که هر دو. یا نی شکری در کمری، گفت که هر دو، گفت که هر دو. گفتم به جبینی که بار توان دید، گفتم به جبینی که بار توان دید. یا آینه یا قمری، گفت که هر دو. یا آینه یا قمری، گفت که هر دو، گفت که هر دو.
گفتم که بیاگیشور بای سرم عقل یا جان من از تن ببری گفت که هر دو گفتم زی کمال تو چنین بی خبری بس گفتم زی کمال تو چنین بی خبری بس یا خود زی جهان بی خبری گفت که هر دو گفت که هر دو یا خود زی جهان بی خبری گفت که هر دو گفت که هر دو گفتم ملکی یا بشری گفت که هر دو گفتم ملکی یا بشری گفت که هر دو کالی نمکی یا شکری گفت که هر دو گفت که هر دو کالی نمکی یا شکری گفت که هر دو گفت که هر دو وزن این غزل هر مصرع فعول 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 دو چشم من از اشک در گل نشیند دمی گر برویت مقابل نشیند خدا را نخواهم که جانا ز غیرت که غیرت به خلوتگهی دل نشیند در آغوش خود تنگ گیرم چنانت که در سینه زخمی حمایل نشیند چو در خلوتی خویش بارش ندادی گذارین که بر در چو سایل نشیند به فکرت بود کوه جان کندن آسان که بی چون تو شیرین شمایل نشیند. قاری عبدالرازق در اولها به ثاقب تخلص کرده با آخر فکرت قرار داده است. шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 64-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.